بریم واسه درست کردن 50 کیلو بندری اصل آبادان. برو تو کارش جانم آقا. به این حجم سوسیسا یا 20 کیلو پیاز خلال شده، اینم از 6 کیلو روغن آفتابگردون که میاد توی این پیاز. حالا 5 دقیقه با روغن تفتش میدیم. اما مهدی این از 1 کیلو ربع، این از 2 کیلو ربع، اینم از 3 کیلو ربع. پیاز رو با ربع هم میزنیم که قشنگ تف بخوره. بریم سراغ ادویه‌ها. اول زردچوبه رو میریزیم، حالا نوبت فلفل سیامونه، حالا نوبت ادویه کاری و فلفل قرمزمونه که قاطیش میکنیم. در آخر پودر سیر میاد و نمک دریاییمونو که بهش اضافه میکنیم. یه همه خوشگلش میزنیم که ادویه‌هاش قاطی بشه، طعم خوشگل و خوشمزش بیفته تو بندریمون. جانم آقا. به این حجم سوسیسا به به کوی شد واسه خودش. همه مواد رو با هم قاطی میکنیم. این حجم از بندری با کفگیر هم نمیخوره. کفگیر رو میذارم کنار، با دست میرم تو کارش. برو تو کارش. اینم از اصل بندری آبادانمون که آماده شد، میریزیم داخل نون. به مشتی همینقدر قشنگ پر میکنی؟ بله. قیمت این ساندویچ که راحت 2 نفره است شده 75,000 تومان و باورتون میشه قیمتش خیلی عالی شده. میدان رسالت، خیابان هنگام، بالاتر از میدان ارقدیر، روبروی سازمان آب، بمب عمو محمد.